سلام. با ما بحث مختصری پیرامون مقاله با عنوان Enhancing Breast Cancer Diagnosis Transfer Learning on DenseNet with Neural Hashing for Histopathology Fine-Grained Image Classification در خدمت شما هستم. هدف از این بحث ارائه کلیات و ایده های اصلی پشت این مقاله هستش. موضوع بحث مربوط به سرطان سینه به کمک روش های شبکه‌های عصبی عمیق موضوعی هستش که تو این سالها نسبتاً بهش توجه شده. اگر آماری که در حقیقت پابمت در اختیار ما قرار میده رو با هم دیگه نگاه بکنیم، میبینیم که نسبتاً سال 2023 1700 مقاله در این حوزه بحث شده. سال 2024 این به 2300 تا رسیده و الان هم که در سال 2025 هستیم تا به امروز که 8 آپریل باشه 763 مقاله در این حوزه منتشر شده. مقاله که در خدمتون هستم از باب حوزه کاربرد بحث مربوط به تصاویر هیستوپاتولوژی رو روی تصاویر سرطان سینه در حقیقت دنبال میکنه. اجازه بدید ابتدای کار نگاهی به تصاویر هیستوپاتولوژی داشته باشیم. مجموعه داده‌ای که در اختیار ما هست در حقیقت دو طبقه خوشخیم و طبقه بدخیم رو برای بزرگنمایی های 40x، 100x، 200x و 400x داره. در حقیقت میکروسکوپ ما این عکس ها رو در این بزرگنمایی ها در حقیقت این مجموعه داده در اختیار ما قرار داده و هدف هم اینه که بتونی روش معرفی شده در این مقاله تشخیص بده که داده‌ای که به عنوان ورودی وارد میشه، عکس هیستوپاتولوژی که به عنوان ورودی وارد میشه، این خوشخیم هست و یا اینکه بدخیم هست. مجموعه داده برکیس هست که به صورت رایگان از طریق رپوزیتوری هایی که در اینترنت هست قابلیت دسترسی داره. فرآیند تکنیکالی که روی این موضوع در حقیقت تمرکز داره شامل 3 بخش هست. بخش اول بخش بکبون هست که روی دنسنت در حقیقت کار شده. بخش هشینگ رو بخش دوم کارمون هست که با هدف ایجاد تفکیک پذیری روی داده های یا روی بردار خروجی دنسنت در حقیقت اختیار شده و بخش سوم هم در حقیقت اون طبقه بند ما هستش که حالا بعد از اینکه بردار ویژگی هایی که دنسنت در اختیار ما قرار داد توسط هش تفکیک پذیریشون بالا رفت، حالا در بخش سوم طبقه بندی در حقیقت روی اونها صورت میگیره. ابتدا اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به دنسنت. دنسنت یک شبکه‌ای هست که از مزیت بلوک های دنس در حقیقت بهره مند هست. در این شبکه مشابه شبکه های دیگه کانولوشنالی داده وارد میشه، لایه های فیلترینگ روی این اعمال میشه، خروجی این لایه فیلترینگ که در حقیقت ویژگی های سری اول هست به لایه فیلترینگ بعدی داده میشه و تا آخر. برای این لایه دوم ویژگی ها رو از روی ویژگی های لایه قبل استخراج میکنه.
از اونجایی که ما تصاویر فاین گرین هست، یعنی ما در حقیقت طبقه بندی رو درون یک کلاس سرطانی داریم انجام میدیم. مجموعه داده تصاویر سرطانی هست و ما میخوایم اینو طبقه بندی کنیم به خوشخیم و بدخیم. برای ما به یک سری جزئیات نیاز داریم. از نظر تئوری این شبکه‌های کانولوشنالی شبکه‌های محلی هستن، یعنی که ویژگی‌های محلی به ما در حقیقت در خروجیشون مهیا میکنن. توی لایه‌های ابتدایی خب ویژگی‌ها بیشتر سطح پایین هستن، توی لایه‌های انتهایی سطح بالا هستن و کلی‌تر میشن. اما علی حال نهایتاً بردار ویژگی که از یک چنین شبکه‌ای حاصل بشه باز هم ویژگی‌های محلی میده. لایه‌های دنس که من اینجا علامت میزنم روشون، این در حقیقت اسکیپ کانکشن ها رو دارن. مزیت این اسکیپ کانکشن ها اینه که لایه بعدی مثلا اینجا علاوه بر این که روی لایه قبلی ویژگی‌های خودش رو در میاره، به ویژگی‌های خام ابتدایی هم دسترسی داره. بنابراین انگار که در خروجی به شکلی اطلاعات لو لول رو در کنار اطلاعات های لول به شکلی در اختیار من قرار میده. این توجیه هست باب این که چرا من شبکه دنسنت رو به عنوان بکبون استخراج ویژگی خودم در این معماری انتخاب کردم. اگر اجازه بدید یه مقداری اگر داخل مقاله پایین بریم، اینجا شما میتونید ببینید که در بزرگنمایی‌های مختلف شبکه حالا دنسنت من چه نتایجی رو تونسته داشته باشه. و اینجا همینطور که میبینید فاصله در حقیقت شبکه دنسنت از باب دقت به مقدار 100% خودش یعنی 1. تقریبا میتونیم بگیم نتایج جالبی هست حالا برای پرسیژن، ریکال، اکورسی و افمیشه، یعنی متریک های مختلف، و نزدیک هست به رزنت. نسبت بقیه خب مسلماً بالاتر هست، به چشم این به راحتی دیده میشه. توی بزرگنمایی 400 هم این اختلاف ناچیز بین رزنت و دنسنت. توی 200 برابر هم به همین شکل، باز این دو از همه بهترن. اما توی 40x یه مقدار این اختلاف مشهودتره و ضمناً فاصله‌ای که تا مقدار مطلوب 1 یعنی در حقیقت 100% پرسیژن داریم نسبت به 100x، 400x و 200x بهتره. بنابراین از این بحث دو تا موضوع رو میتونیم در حقیقت دنبال بکنیم. یکی این که به شکلی بهره‌گیری از شبکه دنسنت رو داریم از منظر نتایج آزمایشگاهی توجیه میکنیم، و نکته دوم این که از بین مجموعه بزرگنمایی هایی که در اختیار داریم مجموعه بزرگنمایی 40x مون مجموعه مناسبی هست که بهترین نتیجه رو میده. اما چرا؟ اگر نگاهی داشته باشیم به معماری کلی شبکمون، میبینیم که داده هایی که در حقیقت در اختیار ما هستن وقتی که میخوان وارد شبکه دنسنت من بشن، توی یک پیش پردازش ساده تغییر سایز داده میشن به 224 در 224. این سایز میدان پذیرنده هست. در حقیقت این شبکه دنسنت در اولین لایه خودش، اگر اینجا رو ببینیم اینپوت ایمیج، به من میگه من تصاویر رو با این سایز میپذیرم. خب بیایم پایین تر و نگاهی داشته باشیم به بزرگنمایی های مختلفمون. وقتی که این تصویر بزرگنماییش رو نگاه میکنیم، حالا شاید رنگ آبی اینجا بهتر خودشون نشون بده، میبینیم که ممکنه اون میدان پذیرنده من، یعنی اون کانولوشن من، حالا سایزی که داره، تصویر
جزئیاتی که زیرش قرار میگیره برای این، چون عرض کردم خدمتون دیگه شبکه‌های کانولوشنالی ذاتاً ویژگی‌های لوکال در میارن، چیزی نباشه. در حقیقت جزئیاتی که زیر این قرار میگیره اینقدر غنی نیست. بنابراین وقتی که رزولوشن وقتی بزرگنمایی خیلی زیاد باشه، شما عملا میدان پذیرنده‌تون چیزی نمیبینه. از اون طرف وقتی خیلی کوچیک باشه هم جزئیات رو از دست میدید. اینجا 40x بیشترین تطبیق رو از منظر میدان پذیرنده و بزرگنمایی داره. پس از این نکته هم میتونیم بهره‌مند بشیم که چرا 40x بهترین نتیجه رو حالا در حقیقت این مطالعه برای ما داشته. البته پیش پردازش ما صرفاً یک پیش پردازش ساده، صرف ریسایز کردن نبوده. خب داده ها هم از نظر تعداد نامتعادل بودن، بنابراین نیازمند تکنیک هایی برای متعادل سازی دیتا ها هم بودیم و در خود مقاله هم به این موضوع پرداخته شده. خدمتتون عرض شود در اینجا فکر میکنم، بله، بالانس کردن در حقیقت مجموعه داده. منتها من تعمدن سعی میکنم که از جزئیات فاکتور بگیرم و ایده کلی و توجیه اصلی رو دنبال بکنم. انشالله دوستانی که علاقمند هستن میتونن با مطالعه خود مقاله به جزئیات بیشتری هم در حقیقت دسترسی پیدا بکنن. برگردیم سراغ اون فلو دیاگرام اصلی. پشت سر شبکه دنسنت که حالا به عنوان بکبون استفاده شده، که حالا توجیهش کردیم که نسبت به شبکه‌های دیگه نتیجه بهتری میتونه ارائه بده به علت اون اسکیپ کانکشن هاش، ما یک معماری هشینگ داریم. در حقیقت مستقیم از شبکه دنسنت خروجی رو نگرفتیم و طبقه بندیمون رو انجام بدیم. یه معماری هشینگ داریم، یه معماری هش داریم شامل 2 لایه که در حقیقت 2 تا فولی کانکتد هست با 4096 نرون. تابع فعالساز ریلو رو پشت سرش داریم و دراپ آوت 3 در مورد چرایی این معماری هم مختصری با هم صحبت بکنیم. خدمتتون عرض شود که اولین نکته‌ای که باید بهش بپردازیم اینی که شبکه دنسنت من برای این دیتا آموزش داده نشده. این یک شبکه پریترین هست و عموما روی مجموعه داده هایی مثلا ایمیج نت اینها آموزش داده شدن. خب همینجوری که این عکس حالا سمپلی از 15 تصویره یا نمونه های از 15 تصویره ایمیج نت رو حالا نمایش میده. این مجموعه اول ایمیج نت هست. اگر حالا بتونیم اینو یه مقدار هم بزرگش بکنیم، این تصاویر هیچ سنخیتی با دامنه تصاویر هیستوپاتولوژی ندارن. پس بنابراین بدیهی هستش که خروجی های شبکه شما حتی اگر موفق به تفکیک هم بشن خیلی خروجی های غنی نباشن یا ما بتونیم به شکل اینها رو ارتقا بدیم. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه که چرا اصلا باید از شبکه‌های پریترین استفاده کرد؟ نکته‌ای که هستش اینه که دیتایی که اینجا داره استفاده میشه دیتا غنی هست. ایمیج نت یک مجموعه بزرگ هست. بنابراین وقتی یک شبکه روی این آموزش داده میشه، ما نگران خدمتتون عرض شود که مثلا بحثایی مثل اوورفیتینگ نیستیم توی لایه های این شبکه. خب یه شبکه مثل دنسنت، یه شبکه کانولوشنالی، یه بخش در حقیقت طبقه بند داره که عموما باید دور انداخته بشه، چون مثلا در این ایمیج شما 1000 کلاس دارید در صورتی که در این مطالعه شما 2 کلاس دارید، و یه بخش فیچر استخراج کننده ویژگی.
اون بخش استخراج کننده ویژگی میتونه مشترک استفاده بشه، چون وقتی ما بحث از لبه میکنیم تعریفی که از لبه ارائه میدیم برای این تصاویر و برای این تصاویر هیستوپاتولوژی خیلی با هم متفاوت نیست یا اصلا میتونیم بگیم تفاوتی نداره. منتها اگر من بیام و روی داده کم یک چنین شبکه‌ای رو بخوام آموزش بدم، نگرانی از باب در حقیقت اورفیتینگ روی فیلترهای کانولوشنی که میخوان ویژگی ها رو استخراج کنن خواهم داشت. اگر هم که روی شبکه‌ای مثل روی مجموعه داده‌ای مثل ایمیجنت این نسخه آموزش از قبل آموزش دادهش رو استفاده بکنم، نگرانی تفاوت دامنه هست. برای که بتونیم این نگرانی رو حل بکنیم، هش میتونه به ما کمک بکنه. عموما هش ها دو تا هدف رو دنبال میکنن. یک، اینکه تفکیک پذیری رو ببرن بالا. وقتی شما دامنه رو عوض میکنین، قابلیت تفکیک پذیری شبکه مقدار کاهش پیدا میکنه. بنابراین من هش رو پشتش استفاده میکنم تا ایجاد تفکیک پذیری بکنم، بیشتر داده ها یعنی ویژگی ها رو تفکیک کنم. ویژگی هایی که مربوط به یک کلاس هستن نزدیکتر بشن، ویژگی هایی که مربوط به کلاس های متفاوت هستن از هم دورتر بشن. یه ویژگی دیگه هم هست که حالا اینجا دنبال نشده، اون همین که طول بردار ویژگی رو کم کنن. بعضن کاهش بردار ویژگی میتونه کمک کنه که لایه طبقه من راحت تر کار کنه. به حالت تعداد داده های من محدوده. وقتی که من در حقیقت از یک شبکه بزرگتر استفاده میکنم، معنیش اینه که پارامتر بیشتری دارم و برای تنظیم این غالباً باید دیتای بیشتری رو هزینه بکنم. چرایی دو لایه، حالا این باب توجیه اصلا وجود ماژول هش بود، چرایی دو لایه و چرایی مثلا فرض فرمایید تابع فعالساز رو هم میتونیم به شکلی در نتایج آزمایشگاهی دنبال بکنیم. در بخش نتایج آزمایشگاهی اینجا روی جدول 2 شما شبکه دنسنت رو دارید، داره پرسیژن 76، ریکال 76، اکورسی و اف میژر 76 و 85 حالا بر اکورسیش هست. من این رو با یه لایه 8، دو لایه 8 و سه لایه 8 چک کردم. میبینیم که حداقل برای این مطالعه دو لایه 8 بهترین نتایج رو میده. روی پرسیژن از 76 به 98 یعنی یک چیزی حدود 20 واحد، یه چیزی حدود 20% ارتقا رو داریم. خیلی با معنا هست. ریکال هم به همین شکل 76 به 93، اکورسی و اف میژر هم ارتقای قابل توجهی رو دارن نشون میدن. پس از این منظر هم وجود لایه 8 توجیه میشه و اینکه حالا چرا دو لایه. مثلا اگه ما یه لایه بذاریم این تفکیک پذیری کمتره، اگر سه لایه هم بگذاریم با این دیتا ممکنه به اون دقت نرسیم، 97 به 98. بنابراین به نظر میرسه که دو لایه کفایت میکنه. از بحث مربوط به اینکه اکتیویشن فانکشن هاش چی باشه، خب شما رلو، سیگموید و تانژنت هایپربولیک رو میتونید استفاده کنید. عموما رلو نتیجه بهتری میتونه برای این داشته باشه. منتها قبل از اینکه از بحث هش خارج بشیم در مورد معماری آموزش هش هم یه اشاره‌ای رو داشته باشیم. معماری که برای آموزش این هش داده شده یک معماری سایامیزه. معماری سایامیز رو تو این تصویر به شکلی داریم میبینیم. توجه داشته باشید اگر یه شبکه رو داشته باشیم و این شبکه برای رگرسیون آموزش داده بشه، عموما از MSE برای لاس فانکشنش استفاده میشه. اینجاست MSE برای بحث رگرسیون. و اگر کلاسیفیکیشن باشه عموما کراس انتروپی رو استفاده میکنن. اینها روی میسکلس ها تمرکز دارن، در صورتی که علاقه من برای اینکه ویژگی های یکسان کنار هم قرار بگیرن، ویژگی که مربوط به یک کلاسن و ویژگی های کلاس های مختلف از هم دور بشن، توی این لاس فانکشن ها دیده نشده.
لاس فانکشنی مثل خدمتون عرض شود که تریپل لاس از این باب میتونه جذاب تر باشه. خب تریپل لاس به در حقیقت یه داده انکر، یه داده پازیتیو و یک داده نگاتیو نیاز داره. این داخل مقاله حالا اشتباه در حقیقت تایپی بوده یا حالا به شکلی حروفچینی، اینها نرم بوده. چرا اینا بالاش توی پی دی اف دیده نمیشه؟ اینا در حقیقت نرم هستش. خب دقیقا این چیزی که اینجا دیده میشه. انکر مقدار در حقیقت نمونه مرجع من هست، از نظر طبقه هم طبقه با پازیتیو هست و از نظر طبقه در یه طبقه متفاوت با نگاتیو. بنابراین من انتظار دارم با توجه به اینکه انکر و پازیتیو توی یه طبقه قرار میگیرن، ویژگی های اینها، بردار ویژگی هاشون نزدیک باشن، این اختلاف کم باشه. اختلاف انکر و در حقیقت مقادیر نگاتیو، اون بردار ویژگی نگاتیو بیشتر باشه، به این علامت منفی توجه کنید. هم که اون مارجینیه که ما انتظار داریم حداقل این لاس بهش برسه. خب این مارجین رو ما توی یک معماری سایه‌میز تجربه میکنیم. معماری سایه‌میز در حقیقت از لایه هش شما یک کپی تهیه میکنه و وزنها بین نسخه اصلی و نسخه کپی، یعنی در حقیقت بالا و پایین چیز هستش، مشترک هستش. خروجی به دست میاد، داخل این لاس میره و بر اساس این لاس محاسبه میشه و ما تلاش میکنیم با کار کردن با این لاس وزنهای مناسبی رو به دست بیاریم، وزنهایی که بتونه تفکیک پذیری بالایی برای من ایجاد کنه، که حالا توی بحثی که از نظر عددی هم داشتم این تفکیک پذیری یا این تفاوت معنایی رو اینجا به شکلی خدمتون عرض کردم. خب اگر از بحث مربوط به هش خارج بشیم، پشت سرش یک لایه کلاسیفیکیشن داریم که میتونه یک لایه دنس خیلی ساده با 2 نرون باشه و در حقیقت با یک تابع فعال سازی مثلا سافت مکس. شما البته میتونید چیزهای دیگه هم اینجا تجربه کنید، به حالت موضوع اصلی خیلی نیست، و خروجی رو توی 2 طبقه بیناین یا طبقه در حقیقت خوشخیم و مثلا طبقه بدخیم در حقیقت طبقه بندی منو انجام بده. اجازه بدیم سراغ نتایج آزمایشگاهی. یه چیز دیگر رو هم با هم ببینیم، شاید تا اندازه جالب باشه. توی این جدول خب من برای بزرگنمایی های مختلف مثلا 40 100 200 و 400 حالا کلاس خوشخیم و بدخیم نمونه هایی رو دارم که این نمونه ها توسط پاتولوژیست به صورت دستی علامت گذاری شدن. برای شما اینجا میتونید نواحی رو ببینید که پاتولوژیست بهش توجه نداره و برای تشخیص اینکه این خوشخیم و بدخیمه به این بخش ها توجه کرده. نکته که بعد خدمتتون عرض کنم اینه که الزاما دید کامپیوتری با دید پاتولوژیست الزام نداره یکی باشه، منتها وجود اشتراکاتش میتونه جالب باشه. اگر من با کمک تکنیک لایم 10 سوپر پیکسل رو مشخص بکنم که در بزرگنمایی 40 شبکه من به اونها توجه کرده، 10 تای اول بعد 15 تای بعدی تا حالا مثلا اینجا تا 40 سوپر پیکسل مهم رو دارم نگاه میکنم، میبینیم که تقریبا روی 10 سوپر پیکسل ما یه چیز حدود 0.2 مقدار آی او یو مون هست، میدون در حقیقت اینترسکشن اوور یونینمون با ناحیه‌ای که پاتولوژیست مشخص کرده. اشتراکات فورگراند و حالا اون نواحی بکگراندی که حالا شبکه توجه کرده ولی پاتولوژیست اونها رو کنار گذاشته رو اینجا مد نظر قرار بدیم. اگر من رزولوشن تصویرم رو یا بزرگ نماییش رو عضو میخوام ببرم روی 100 200 و 400، این مقدار در حقیقت
IOU تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا در 100x من حدود 0.3 رو حالا برای این کیس خاص تجربه میکنم، برای 200x حدود 0.2 و 0.3 برای این و به همین شکل آخر. از این منظر هم اینکه دید کامپیوتری ما چه وجوه اشتراکی رو میبینه با نگاه یه پاتولیست میتونه مورد توجه باشه و حالا میشه روش بحث‌های جالبی رو داشت. در آخر اجازه بدید که مقایسه کار رو با روش‌های دیگران هم داشته باشیم. مثلا دنسنت کالا روش پیشنهادی بوده، دقت حدود 97% رو گزارش داده. توی اینها الکسنت سال 2022 یه چیزی نزدیک به این رو حالا 97% داشته و 96% هم ویژگی 16. تکنیک های دیگه یه مقداری فاصله داشتن. بنابراین از این منظر هم میشه در حقیقت این روش رو در حقیقت یه جوری ارزیابی کرد و حالا کم و کیفش رو دید و حالا بحث های تکنیکالی رو میشه روش داشت. اجازه بدین جزئیات دیگه این مقاله رو ازش چشم‌پوشی کنیم. مقاله جزئیات دیگه هم داره. به عنوان مثال روی دیتا ست های دیگه هم، دیتا ست کلون و لانگ هم حالا نتایج رو به شکلی بررسی کردیم، مطالعه رو که نشون بدیم از نظر تکنیکی این کار یا این فریم ورک میتونه روی تصاویر هیستوپاتولوژی متفاوت هم به شکلی کار بکنه. منتها اینکه اینها جزئیاتی هستش که میشه بعداً بهش پرداخت و مطالعه کرد. من رهبر هستم، نویسنده مسئول این مقاله. خوشحال میشم که نظراتتون رو روی در حقیقت بخش نظرات یوتیوب داشته باشم. احیانا اگر سوالی هم بود میتونید برای من ایمیل بکنید. البته قول نمیدم که به تمام ایمیل ها جواب بدم، منتها حالا حداقل حتما همه رو نگاه خواهم کرد. مقاله‌ای که صحبتشو کردیم توی مجله اینجاست، توی مجله Medical and Biological Engineering and Computing چاپ شده. مقاله 6 آپریل منتشر شده و امروز که من این رو برای شما توضیح دادم 8 آپریل هست. خود مجله هم از نظر متریک مجله بدی نیست. مجله Q2 هست، SJR 6 و H ایندکس 115. امیدوارم که از بحث منتفع شده باشید. خدا نگهدار.